السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای اهل اسلام، برادرایی که انشالله خداوند نصیب تو کرده است، یک مادری مسلمان، یک مادری تاجیک، انشالله یک مادری درمانده که فرزندش در حالتهای ناگوار، حالتهایی که فقط خداوند میدونست بچه های جون خودم که چی حال داشتم. خیلی که خداوند گفته است اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. فرزندی من مضطر بود، همچون آیت قرآن درمانده بود. ای برادرایی که به خاطر رضای الله خدمت کرده، فرزندی من ای قفس انشاءالله آزاد کرده و فرزندی همه مسلمان ها را سهم خود گذاشته. هر کسی که هسته، خصوصا که حاجی بابا جان، حاجی جنگی و کدام حاجی های هستند و کدام برادرای مؤمن مسلمانی هستند، خداوند برکت در عمر جون تو، در کارکاتو، در عمر جون فرزنداتو، در عمر جون همسراتو پروردگار عطا کنه. خداوند گذشتگیات و رحمت کنه، زندهات و عمر درازی و برکت بتیه. با کلی آرزوهای نیکی دینی و دنیاوی تو الله مهربان برسونه. تو برادرای جون، خداوند کریم رحیم دعا گویم که پروردگار همیشه صحت باشه، سلامت باشه، در ملکای غریبی در حفظ امانت خداوند باشه. در خونه های قلبات و چی مراد و چی مقصود و چی مرامی هست پروردگار و ما معلوم نیست، با الله یگانه معلومه. خداوند برآورده خیرشو بگردونه، همیشه دستی نیازمندار همیتا دستگیر باشه. این خیرای کردگیت و اجرایی که انشالله شما کرده در حق ما مادرها، این خواهرای اسلامی تو آزاد کرده، خداوند کریم رحیم در این دنیا سربلند باشه و در جنت در راحتهای خداوند باشه. پروردگار دعا میکنم برادرها که خداوند کریم رحیم در این دنیا و آخرت خدا شما راضی باشه، راضیگی و خشنودی خودش خداوند نصیب تو کنه. اللهم اینی اسألک برکتا فی العمر و صحتا فی الجسد و وسعة فی رزق و نسألک یا ربنا حسن الخاتمه. اللهم اینی اسألک عفو و العافیت فی دینی و دنیای و الاخره. پروردگار در این دنیا سربلندی، در آخرت راحت و در جنت جمال الله نصیب تو بگردونه. خداوند کریم همیشه در عمر تو، در جون تو، در کارات و برادرای جون برکت باشه. غم ما مادرها را خورده، خدا همیشه غم شما را بخوره. هیچ محل غم درد دستی کم بوی غم نبینه. همیشه در عمر تو، در جون تو، در کارات و برکت باشه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم. الها پروردگار ارحم الراحمین، دعای منی مادری پرشکسته را که شفیقه خان آزاد کرده قبول کنه، شما را و همه آرزوات و بچه های جون تا درای جون برسونه. در غریبی ها همیشه در حفظ خداوند باشه. ای شر همه بدی ها، ای صدمه ها، ای آن چیزی که ناراحتی برای انسان، ای خداوند حفظ تو کنه. همیشه سربلند موفق در حفظ امانت الله باشه. ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم.